سلام علیکم دوستان عزیز، با شما پیجکی ابروسیوه و امروز من با شما دو کردار رونالدو رو نشون میدم که این همه دنیا رو به حیرت گذاشت و دوستان ما ویدیو رو سر میکنیم. شما باشید در ویدیو لایک مونید و در کانال ما منشوید ما سر کردیم و رفتیم. اولین ویدیو رو حاضر من میمونم و این رو به زبان تاجیکی من میگردانم. ممکن این ویدیو رو در یکان جای دیگر دیده باشید و اگر دیده باشید در ویدیو من میتونید که ببینید. دوستان عزیز، من این رو به زبان تاجیکی حاضر میگردانم و شما باشید بعضور ببینید و بعدا در آخر ویدیو میفهمونم که این چیکار شده است در اینجا و ممکن خودتون هم فهمید. Hello, this is for children. سلام، این برای کودکان سوریه میباشد. ما میدونیم که شما خیلی عذاب میکشید. من خیلی ورزشکاری مشهورم اما شما اساسی قهرمان میباشید. امیدتان را از دست ندهید. دنیا با شماست. ما شما را سرشته میکنیم. من با شمایم. حاضر ما دیدیم ویدیو رو که کودکان به زمین افتادن، یعنی که از پشت ترکش جراحت برداشتن. رونالدو با اونها یاری داد، یعنی که یاری میدیم گفت و یاری داد و این ویدیو بود ویدیوی دوره‌ی پیش، یعنی که در دوره‌ی پیش به فکر 2 سال بود. وقت حاضر میگذاریم در ویدیو نوبتی ما که در این ویدیو رونالدو در رمضان 1.5 میلیون دلار داد. این ویدیو رو من به شما نشون میدم چون که این ویدیو نیست و سخن میکنم، یعنی که رونالدو در رمضان 1.5 میلیون خود رو برای رمضان، برای افطار، برای آدمانی که روزه میدارن با اونها 1.5 میلیون داد، یعنی که 1.5 میلیون خود رو برای رمضان صرف کرد. دوستان عزیز، و در این ویدیو ما با آخر میرسونیم. اگر این ویدیو با شما معقول شد پس حتما لایک مونید و در کامنتار نویسید که کدام فوتبالیست با شما معقول است و با فکر من رونالدو با شما معقول است و اگر رونالدو با شما معقول نشده باشد با فکر من انا همین عملش، انا همین کرداری رونالدو با شما معقول شد. و در همینجا ما ویدیو رو با آخر میرسونیم. اگر این ویدیو با شما معقول شده باشد پس حتما لایک مونید و در کانال ما ابونده شوید. با شما بود پیجکی ابروسیوه. خیر تا بازدید.